که این فرصت در اختیار من گذاشتیم. دیگه عذرخواهی میکنم، سن بنده یه خورده از 40 سال کمتره، ببخشید برام. مرحوم آل احمد خیلی ویژگی هایی داشت که بحث در موردش بسیاره. من یادمه در جمعی از دوستان میگفتم که جلال و سیمین خانم خیلی بدشانس بودن که تو ایران به دنیا اومدن. اگر مثل سارتر و دوبوار در فرانسه به دنیا می اومدن خیلی از این اتفاقا براشون نمی افتاد. سارتر همچین صحبتی میکنه و با کامو چنین دعواهایی رو راه میندازه تا آخر عمر قهر میکنن و حالا مسائلی که هم در جریان هستیم، ولی هیچ اتفاقی نمیفته و ما همیشه بحث و چهچه میکنیم. ولی حالا جلال ممکنه صحبتی بکنه، ما اون رو یه چماقی میکنیم و تا همیشه ادامه میدیم این موضوع. من قصد کنم راجع به ادبیات داستانی جلال صحبت کنم و حاشیه‌ای در واقع راجع به فلسفه و نگرش دیگران موضوعات جلال نرم. ادبیات داستانی جلال یک ادبیات متعهد به نقد مذهب، نقد سنت، متعهد به نقد باورهای خرافی، متعهد به نقد ساختار حاکمیت. اصولا جلال قصه نمیگه مگر اینکه بخواد یک موضوعی رو به چالش بکشه. در واقع داستان و ادبیات برای جلال یک ابزاره و فقط زمانی شروع به قصه گفتن میکنه که یک سوژه‌ای رو پیدا کرده باشه و بخواد قصه بگه. اصولاً از مکتب پارناس خیلی پیروی نمیکنه که بگه من ادبیات رو برای ادبیات آوردم و دارم استفاده میکنم یا هنر برای هنره. یک نکته‌ای که باید توجه بکنیم اینه که جلال قصه گوی خوبیه، خیلی خوب بلده قصه بگه. یک آرایه‌ای ما در ادبیات کهنمون داریم اسم براءت استحلال. اگه بخوام فارسی شدهش رو بگم میشه شگرف آغازی. در ابتدای داستان رستم و سهراب فردوسی بزرگ میگه یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. و ما میفهمیم داستان چیه. فردوسی به ما همونجا نشونه میده. اول داستان مدیر مدرسه هم همینطوره. فرد وارد اتاق میشه میگه ویرم گرفته که سیگارمو برم توی زیر سیگاری تمیز و براق مدیر خاموش کنم. و اول تقریبا تمام داستان‌های جلال همینطور چکشی شروع میشه. ما رو هول میده توی داستان و مثلا نمیفهمیم چطور در 2-3 سطر اول رفتیم داخل داستان. و این هنر قصه گوییه، مثل همون یکی بود یکی نبود هایی که قبلا برای ما میگفتند و ما رو مینداختن داخل داستان. پس جلال به ذات بلد قصه بگه، اما ابزار کرده اون رو، ابزار بیان اندیشش. و چون جلال تفکر نقادانه داره فقط برای نقد قصه میگه و زبان تند و تیزی هم داره. زبانش هم همون زبان زمانه مردم خودشه، زبان تهرانی اصیل، تند، عصبی شروع میکنه میگه میره جلو. یکی از نکاتی که ما باید در مورد داستان‌های جلال دقت بکنیم همون سوژه های جلاله. من عرض کردم گاه سوژهش نقد مذهب، گاه نقد
سنت، گاه نقد باورهای خرافیه. خیلی جالبه اگر جلال به مدرنیته نقد میکنه در مجموعه داستان زن زیادی کاملا داره خرافات رو نقد میکنه، میره به سراغ خرافاتی که زنها دارن و حالا اون داستان در مورد خانم‌ها فقط این موضوع رو داره، سنت و خرافه هم نقد میکنه. یعنی اگر به این ور میزنه به اون ور هم میزنه. همونطور که جناب دکتر بقایی فرمودن، جلال آشیانه‌های مختلف اندیشه رو امتحان میکنه و این طبیعیه که یک نفر در طی سالهای مختلف لانه‌های مختلف رو استفاده بکنه. به قول جنید بغدادی یک جمله جالبی داره، میگه که صادق در یک روز در 40 حال بگردد و مرایی در 40 سال بر یک حال بماند. این همون موضوعیه که خیلی موقع‌ها بر جلال خورده میگیرن که چرا یک زمان در اردوگاه مارکسیست ها سینه زده و یک زمانی اومده و نقد کرده و به سراغ اسلامی ها رفته. یک ویژگی جلال روشنفکری اونه، روشنفکری نه به اون معنایی که خود جلال نقد میکنه. این یه مقداری حساسه وقتی در مورد جلال از روشنفکری صحبت میکنیم. خود جلال در کتاب خدمت و خیانت روشنفکران، روشنفکری رو که مورد بحث قرار میده شخصیه که در جستجوی قدرت رهبری اجتماعه. اما روشنفکری که من در واقع الان بحث میکنم راجبش، تعریف روشنفکری که استاد ملکیان بحث میکنن و چند مورد براش میارن. من 3 موردش رو که خیلی در مورد جلال صدق میکنه رو بیان میکنم. اول از همه این که روشنفکر همرنگی با جماعت رو به واسطه پذیرش آرای عمومی نمیپذیره. دومین مورد، در مواجهه با آرای مختلف دائم باورها و افکار خودش رو به چالش میکشه. این رو به وضوح در یادداشت‌های روزانه جلال میشه دید. همین امری که جناب دکتر خاکی فرمودن، یک آشفتگی دائم در تفکر جلال وجود داره. دائم به خودش میزنه، دائم فکرهای آشفته داره. به قول حضرت حافظ میگه در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و در فغان و در غوغاست. جلال دائم در کشمکشه با خودش. از سومین مورد که شاید از همه مهمتر باشه، اگر زمانی روشنفکر به نتیجه‌ای برسه که تفکر امروزش متناقض با باوری بوده که در گذشته داشته، اون رو بیان میکنه. و اتفاقا یکی از چیزهایی که بلای جان جلال شده همین موضوع، چون هر تفکری که در هر زمانی داشته بیان کرده. اگر روزی مخالف و منتقد مدرنیته بوده گفته، اگر روزی مخالف و منتقد سنت بوده گفته، مخالف مذهب بوده گفته، موافق مذهب بوده گفته و همه اینها رو بیان کرد. آلبر کامو در خطابه نوبل در سال 1957 میگه هر نسل بی تردید احساس میکند برای اصلاح جهان فراخوانده شده و نسل من میداند که جهان اصلاح پذیر نیست، اما رسالتش شاید حتی بیشتر باشد. من فکر میکنم جلال بیش از هر چیز رسالت اصلاح جامعهش رو بر دوشش احساس میکرده. اگر کاری میکرده، اگر حرفی میزده، اگر سعی میکرده سدی بسازه مقابل غرب، اگر سعی میکرده فرهنگ رو نجات بده، اگر داستان مینوشته، اگر مقاله مینوشته، اگر دائم فعالیت میکرده، فقط داشته سعی میکرده برای جریان سازی جهت نجات جامعهش، جهت نجات فرهنگش. ما میتونیم نقد بکنیم، ما میتونیم اندیشه رو نقد بکنیم و همونطور که دوستان در واقع در جریان هستند و مستحضرن، نقد به ما ابزار داده. یک زمانی میومدند
زمانی که نقد روانکاوانه رو فروید مطرح کرد، می‌اومدن از روی داستان نویسنده رو می‌اومدن به عقده‌ها و گره‌های نویسنده راه پیدا می‌کردن. خب نقد جدید اومد که واسه ما به نویسنده چی کار داریم؟ ما می‌ایم کاراکترهای داستان رو بررسی می‌کنیم، ما می‌ایم داستان رو نقد می‌کنیم، ما به نویسنده دیگه کاری نداریم. نویسنده کارش انجام داده و رفته، داستان رو نوشته، کاراکترها رو نوشته و ما از اون بعد با داستان کار داریم. همین دو خلاصه داستانی که استاد فرمودن، با اینکه یک خطیه اما خیلی ماجرا داره، خیلی ساده و خیلی جذاب، نون و القلم و خیلی برای امروز ما نوشته شده. یا خود مدیر مدرسه، اینکه یک نفر میاد یک انقلابی رو راه میندازه و میبینه در توانش نیست که خودش هم انجام بده. خیلی به نظر من بحث داره. خب چرا نباید نوشته میشده این داستان؟ چرا نباید میگفته جلال؟ اتفاقا باید میگفته و خیلی هنرمندانه گفته. اینکه بیاد بگه من رفتم یک جایی رو گرفتم، نتونستم، اومدم رفتم پیش مسئول آموزش پرورش، گفتم نه من نمیتونم، بفرمایید. خب اینا جای اندیشه داره دیگه. دقیقاً اون فقدان قدرت تحلیل مردم ماه دیگه. اینجا ما باید بیایم تحلیل کنیم این داستان رو، این داستان شاید چند ده صفحه‌ای رو. من یه جایی میدیدم که بیگانه آلبر کامو رو اشاره کرده بودن که چه شباهت‌هایی با مدیر مدرسه داره. من به نظرم یک پایان نامه واقعا میتونه باشه، یک پایان نامه دانشجویی میتونه باشه، در واقع مقایسه تطبیقی این دو داستان. من یه نکته دیگه هم عرض کنم، صحبتم رو تمام کنم. بحث میشه راجع به سبک داستانی جلال که سبک داستانی او رئالیسم سوسیالیستیه. رئالیسم سوسیالیستی یک آرمانگرایی داره. جلال این آرمانگرایی و امید رو نداره. جلال به واسطه آشنایی که با ادبیات فرانسه داشته و ترجمه هایی که کرده، و من حالا جسارت میکنم برخلاف حالا نظر جناب دکتر، من فکر کنم جلال با غرب هم آشنا بوده. حالا درسته شاید خیلی در غرب زندگی نکرده، اما خیلی ترجمه کرده، خیلی مطالعه کرده. مخصوصا پیشروترین کشورهای غرب فرانسه بوده. من از یک استادی میشنیدم که در زمان ناصرالدین شاه، زمانی که امیرکبیر به صدارت رسید، قبلش قرار بود یک سری کتاب از فرانسه ترجمه بشه برای دانشجویان ایرانی. امیرکبیر مخالفت کرد و به من گفتش که میدونی چرا امیرکبیر مخالفت کرد و اومد یه سری کتاب از اتریش آورد. من خب برام عجیب گفتم نه نمیدونم واقعا. گفت واسه اینکه فرانسه به دموکراسی رسیده بود و اون خطر داشت برای سلطنت، رفت کتاب از اتریش آورد که همچنان سلطنت برقرار بود. گفت این یک نقطه تاریخی از دوره صدارت امیرکبیره که هیچ وقت به ما گفته نمیشه. جلال با فرانسه و ادبیات فرانسه آشنا بود، با اگزیستانسیالیسم آشنا بود، با کامو آشنا بود و این تلخی و پوچی نه به معنای منفی در داستان‌های جلال کاملا لمس میشه و مشاهده میشه. نکته آخر هم این که من موافق این نیستم که بگیم ای کاش جلال امروز زنده بود و میگفت من اشتباه کردم. جلال زمانش رو زیست، کارش رو انجام داد و به پایان رسوند. دوست داشتم که جلال بیشتر میزیست تا آثار بیشتری در دوره پختگیش مینوشت. جلال در سن پختگی رفت از این جهان بست. ای کاش من در مورد 3 نفر این رو همیشه حسرت میخورم، در مورد صادق هدایت، در مورد فروغ فرخزاد و در مورد جلال احمد، که در دوران پختگی، در پخته ترین دورانشون که میتونستن شاید بهترین آثارشون رو خلق کنن رفتن. و این درست نیست که بگیم این کاش جلال بود که شاید الان گفت نه من این اثر رو نمی‌نوشتم. نه، جلال خیلی ارزشمنده برای ما در جایگاه خودش. من موافق اسطوره‌سازی نیستم، اما نباید نویسندگان خودمون رو تحقیر کنیم. ما میتونیم آثار نویسندگانمون رو نقد بکنیم، میتونیم با آثارشون
نقاط ضعفشون رو به نمایش بذاریم، میتونیم زیر نقاط ضعف خط بکشیم، نقاط قوت رو برجسته بکنیم، اما نمیتونیم نویسندگانمون رو از دره پرت کنیم پایین و اسمشون رو حذف بکنیم. من بیش از این مزاحمتون نمیشم. خیلی ممنون که وقتتون رو گذاشتید.